با همه تماشابینان خوش آمدیم به کانال ارزنده. امروز همراه یک نمود شوربای خیلی بلذت تیار میکنیم. انیخترش سرنی سوپ یعنی شوربا با پنیر تیار میکنیم. محصولات برای شوربای ما به ما لازم است گوشت مرغ، سبزی، کارتوشکا، پیاز، انا همین نمود پنیر این پلاوی سیر می باشد و کمی نمک و باز انا همین نمود ماکارون ها یعنی ورمیشل به ما لازم است و اکنون در اول پیاز رو میده میکنیم و سرخ میکنیم. گوشت رو نیز میده میکنیم و سرخ میکنیم. و اکنون تا سرخ شدن گوشت و پیاز ما سبزی ها را از سیرکه میگذاریم. گوشت پیاز کمی سرخ شدن و اکنون سبزی را نیز میاندازیم و کمی سرخ میکنیم. تماشابینان گرامی، من علاقه آب را ماندم که تا که جوشد و اکنون محصولات هایی که سرخ کردیم به آب می اندازیم. و اکنون میمانیم که شوربای ما کمی جوشد. دیگر محصولات ها را تیار میکنیم. اکنون کارتوشکا ها را نیز میاندازیم. کمی نمک میپاشیم. تماشابینان گرامی، شوربای ما کمی جوشید و اکنون پنیر را نیز میاندازیم. اکنون آمیخته میکنیم تا که پورا پنیرها آب شود. اکنون کمی ماکارون میاندازیم. شما میتوانید ناندازید اگر که به شما مقبول نباشد ماکارون. و اکنون آمیخته میکنیم که تا که ماکارون های ما نچسبند و پنیرهای ما باشد آب شود. تماشابینان گرامی، شوربای ما یعنی سرنی سوپ تیار شد. باور دارم که شما نیز از عهده تیار کردن این نمود شوربا میبرید. حتما برای نزدیکان خود این نمود شوربا را تیار کنید، برای آنکه خیلی بلذت میباشد و آسان است. به همه شما اشتهای صاف، دلی صاف، صحت سلامتی خواهانم. خیر تا دیدار آینده، در پناه خدا باشید.